هر بار که خوب دقت کنین، هر بار که شما یه سوالی دارین که سوال براتون جدیه، سیناپتیک کانکشنز یا اتصالات سیناپسی نرون های شما یک مدار مغزی جدید تشکیل میده که این ارتعاش جدیدی ایجاد میکنه که تا حالا شما ساطع نشده بود. این ارتعاش داره سیگنال میده، جوابی میخواد و اون جواب در هستی اکنون موجوده. هرگاه این به آستانه‌ای برسه که مچ بشه با اون جوابی که برای این سوال هست، شما اون رو ادراک میکنید یا احساس میکنید یا تو زندگی زمینیتون روی میدهد. به این شکل یک کوانتوم پروبابیلیتی تبدیل میشه به کوانتوم ایونت. انسانی قابلیت رو داره. شما حالا به هر چی میخواین اعتقاد داشته باشین، اسمشو هر چی میخواین بذارید، اسمشو ولش کنین، مکانیزم رو بچسبین، ببینید میشه یا نه. یکی از وقتهای خیلی عالی برای اینکه شما بتونین این سوالو، این سیگنال رو ارسال کنین به ساب کانشس مایند قبل از خوابه، تو مراقبه است، صبح که خواب بلند میشین، اینا زمانهای آفرینشه.